بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، بر طرف چمن روی دل افروز خوش است. از باغ و چمن بوی سبزه و یار خوش است. خوش باش که امروز حال نفس یار خوش است. دریاب لحظه ها را در کنار هفت سین و یار. شکر کن پروردگارت را هر لحظه و هر بار. شکر کن نفسی را که از عشق و صلابت آید. نوروز بر شما خجسته و مبارک باشد. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی. از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی. به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سلام و درود. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. سال نوتون مبارک باشه. ایشالله لحظات خوشی کنار خانوادتون داشته باشید. که امسال سال رسیدن به آرزوهاتون باشه و هر چی که از خدا میخواین به بهترین نحو و بهترین شکل دریافت کنید. دوستای عزیزم در خدمت شما هستیم با یه فال قهوه و فال تاروت برای یک سال پیش رو. لطفا نیت کنید بریم ببینیم که چیا در انتظارتونه. خب من قهوه رو برگردوندم و به نیت شما میخوام ببینمش داخلشو. خب این فال به مناسبت نوروز 1403 و اتفاقات خوب سال 1403 12 ماه پیش رو از فال قهوه و تاروت میخوایم براتون پیشگویی کنیم. لطفا نیت کنیم بریم ببینیم که چیا در انتظارتونه. الهی به امید خودت هر چی که خیره همون براتون پیش بیاد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. به 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 به. خب فال الانتون که را میبینم در حال حاضر اتفاقات خوب براتون توی راه. فالتون بسیار روشن و خوب اومده. هر چی که نیت کردین براتون خیلی خوب اومده. خب براتون فال روشنی افتاده. سفر براتون افتاده و اگه نیتتون کاری بوده نیت کاری بسیار عالی برای امسال براتون هستش. در مورد عشق ثبات عشقی براتون افتاده. معامله براتون افتاده. خب دوستان عزیزم همونجور که گفتم فالتون خیلی روشن اومده، خصوصا برای 6 ماه اول سال از فروردین تا شهریور ماه براتون معامله افتاده. یعنی اگه میخواین معامله انجام بدین خوب اومده. ثبات در عشق، ثبات در کار براتون افتاده. خب لطفاً در مورد ته فنجان دوستای عزیزم نیت کنین. من به نیت شما ته فنجان انگشت میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیام ببینیم ته فنجان براتون چی افتاده. خب ته فنجان من روزی میبینم، فراوانی میبینم و اینکه در مورد هر چیزی که نیت کردین روشن افتاده براتون. خیر و برکت براتون افتاده. خب همونجور که میبینین یه روزنه‌ایه که براتون باز شده و روزی و فراوانی. خب همونجور که گفتم نیمه اول سال براتون بسیار بسیار روشن افتاده. آرزو و حاجت روایی من میبینم توی فالتون و اینکه براتون آموزش افتاده یا در مورد یه رشته تحصیلی که ربطی به رشته‌های هنری داره، خصوصا موسیقی و سینما یا رشته‌های هنری آموزش براتون افتاده و یه حرکتی، یه هدفی مشخصی شروع کردید که براتون خوب افتاده. خب من ذکر الله رو میبینم. همونجور که قبلا هم خدمتتون گفتم خیلی مراقب باشید و یه چشم بزرگ میبینم که زندگیتون توی چشمه. حواستون باشه اسپند زیاد دود کنین و یه غافلگیری براتون افتاده به جشن، مهمانی یا یه خبری که غیر قابل انتظاره بهتون میاد. خبر خوشم هستش. کلید میبینم میتونه تعویض خونه، ماشین توی 6 ماه دوم سال باشه. یه مسافرت هوایی میبینم. خبر بارداری براتون افتاده
یه ناراحتی، یه دلخوری از فامیلای همسرتون اگه متأهل هستید دارید که باید بالاخره دلتون در بیارن. خب بریم یه نلبکیمون هم یه سری بزنیم ببینیم که توی نلبکیمون چی برامون اومده. خب اولین چیزی که نظر من جلب کرد اسم بزرگ مبینا یا محمد یا مینا. خبر ازش افتاده. اگه نیتتون ازدواجیه میتونه اسم همسر آیندهتون اگه آقا هستین مینا یا مبینا باشه. اسم حسین، اسم علی، اسم محمد زیاد دیده میشه. به خواستگاری میرید یا براتون خواستگار میاد و خبرهای خوشی که توی اسفند ماه سال آینده بهتون میرسه و کاری که شروع کردید براتون روشن افتاده. اگه شروع کار جدیدی دارید براتون روشنی افتاده. ازدواج تو این سال من براتون نمیبینم دوست عزیز. خواستگاری هست، خواستگار زیاده، کسایی که میان خواستگاریتون یا میرین خواستگاری، ولی جوابش به خودتون بستگی داره. احتمالاً اگه جواب مثبت دیدین ازدواجتون سالهای آینده میفته، 2 الی 3 سال آینده. خب خرید و فروش میبینم، معامله میبینم تو فالتون. خب یک کاپ من میبینم توی نلبکیتون که نشان دهنده ترفیع مقام، جایزه گرفتن، ترفیع شغلیه. تو هر زمینی که کار میکنین مقام براتون افتاده و کلید. خرید و فروش خونه یا ماشین یا تعویض هر کدوم میتونه باشه که براتون روشن افتاده. فال نلبکیتون خیلی روشن افتاده. اسم حسین زیاد میبینم، محمد خصوصا، محمود یا محمد. سین خیلی میبینم، میتونه اسم همسر آینده‌تون باشه و یه هشدار اومده یه صدقه کوچیکی باید بدید. روی هم رفته فال نلبکیتون خیلی روشن عالی بود و نوید بخش خبرهای خوش بود. خب بریم سراغ کارت تاروت. لطفا در مورد کارت تاروت نیت کنین که برای 1 سال آینده‌تون براتون کارت بکشم. ان شاءالله که اتفاقات خوب براتون پیش بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. کارت تاروت رو به نیت شما عزیزان میکشم و تعبیر میکنم. ان شاءالله که هرچی که خوبه برای شما باشه عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کارت در مورد این صحبت میکنه که میگه که افکار پوچ و بیفایده رو از ذهنت دور کن. اینا مثل ابرهایی هستن که گذرا هستن، مثل ابرهای بهاری که میان از ذهنت میگذرن و فقط وقت تو رو تلف میکنن. این ابرها میگذرن و باران رحمت الهی به زندگیت میباره و خبرهای خوش توی راه خودتون نگران نکن. بریم سراغ کارت بعدی. خب یه احتیاط کوچیک براتون افتاده. میگه که مراقب باش، حواست به دور و برت باشه، به ماشینت، به خونت، به وسایل قیمتی که داری مراقب باش و احتیاط کن. شخصی میتونه آبان ماهی باشه، میتونه خرداد ماهی باشه، توی کارتون میخواد مداخله کنه یا زیراب شما رو بزنه. احتیاط کن و یه صدقه حتما بده. خب بریم سراغ کارت بعدی. به چه کارت خوبی، انرژی منفی کارت قبلی رو خنثی میکنه. خب این کارت نشان دهنده اینه که شما تا الان داشتین تلاش میکردین، یه هدفی رو دنبال میکردین و اون پل ترقی رو دارید طی میکنین و در دگرگونی خوب براتون افتاده، اتفاقات مثبت و روشن براتون افتاده و نتایج تلاشاتون رو به زودی دریافت خواهید کرد. احتمال زیاد خرداد ماه. خب بریم سراغ کارت بعدی. خب این کارت بسیار عالیه. خبرهای خوش رو نوید میده و به شما میگه که یه سری قدرت‌های معنوی براتون توی راهه. یک دیماهی براتون یه کار خیلی انجام میده و شما رو توی کاری کمک میکنه. یه قدرت معنوی و قدرت ماورایی برای شما توی راهه که اینو باید حتما در زمان خودش و به موقع ازش استفاده کنید. خب بریم سراغ کارت بعدی. خب براتون یه احتیاط کوچیک اومده.
میگه که حواست به دور و برت باشه. یک شخصی هستش دور و برت توی محل کارت یا تو نزدیکانت، خرداد ماهی یا مرداد ماهی یا آبان ماهی. حواست به این شخص باشه. قصد ضربه زدن بهت داره، ظاهر فریبه، زن ظاهر فریب یا آقای ظاهر فریب. گول ظاهر شخصی رو نخوری، گول چرب زبونی و شیرین زبونی این شخص رو نخوری. حواست باشه. بریم سراغ کارت بعدی. خب به به، چه کارت مثبت و عالی براتون اومده. جابجایی، تعویض خونه، خرید خونه یا ازدواج کردن و سر و سامون گرفتن. اگه نیتتون ازدواج نامزد هستین، سر و سامون میگیرید، یا ارتقای شغلی یا تغییر شغل مثبت. خبر خوب، آرامش و روزی و فراوانی. خونه پر از خیر و برکت براتون افتاده. خب بریم سراغ کارت بعدی. به 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 به، چه کارت خوبی. خب این کارت نوید بخش خبرهای خوش، شروع جدید توی کار، توی زندگی، خبر تولد نوزاد پرخیر و برکت و خوشقدم و عشق جدید، روح پاک، عشق پاک و یک خانم مرداد ماهی که عاشق یه آقای، وارد زندگی یه آقای مجردی میشه. براشون بسیار خوب اومده. خب بریم سراغ کارت بعدی. خب بریم سراغ کارت بعدی. خب به به، چه کارت خوبی. این کارت نشان دهنده اینه که شما اگه کاری رو شروع کردید، هدفی رو شروع کردید و انجام دادید، زمان برداشت محصول کارتونه. یعنی اگه تو کار سرمایه گذاری کردی، نتیجهش رو به زودی میبینی و وعده شهریور ماه براتون افتاده و پول خوبی و برکت خوبی از اون زحمتی که انجام دادید برداشت خواهید کرد. خیر و برکت و فراوانی براتون افتاده و روشنی. خب ببینیم کارت بعدی چیه. خب اگر آقا هستید، یک خانمی وارد زندگیتون میشه که مرداد ماهی یا تیر ماهیه که به شما خیلی علاقه داره، عشق پاک داره و معصوم و برای شما بسیار خیر و برکت میاره این خانم و حواست باشه این خانم رو از دست ندی، چون قدم خیلی خوبی برای شما داره این خانم. انشالله که هر چی که خوبه برای شما باشه عزیزای دلم. بریم سراغ کارت بعدی. خب براتون آرامش افتاده، امنیت افتاده، عشق پاک یک دیماهی براتون افتاده، رسیدن به آرامش ذهنی و فکری براتون افتاده، خبری که توی اسفند ماه بهتون میرسه و اتفاقات خوبی که براتون توی راهه، آرامش ذهنی فکری براتون افتاده. خب بریم سراغ کارت بعدی. خدا رو شکر که امسال سال خیلی خوبی براتون. انشالله که هر چی که خوبه بر شما باشه، برای همه. به 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 به، دریافت هدیه، دریافت کادو، به خواستگاری میرید. اگر آقا هستین یا اگر خانم هستین براتون خواستگار میاد که جوابش به خودتون بستگی داره، که کارت بسیار عالی و روشنیه. خبر از یک خرداد ماهی، نوید بخش خبرهای خوش و خواستگار این کارت و جوابش به خودتون بستگی داره. این کارت بسیار روشنه و نوید بخش خبرهای خوش و ازدواجه. بریم سراغ کارت بعدی. به 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 به، چه کارت خیلی خوب و عالی. سفر براتون افتاده توی تیر ماه یا خرداد ماه. اگر نیتتون مهاجرت، توی چند سال آینده اتفاق میفته، 2 الی 3 سال آینده که براتون خیلی خوبه. مهاجرت میتونه خوب باشه براتون و جابجایی، سفر
جابجایی، سفر، مهاجرت براتون خیلی خوب افتاده. خب دوستای عزیزم یه جنبندی هم بکنیم در مورد فال قهوه‌مون. همونجور که گفتیم در مورد نیت کاری، نیت ازدواجی براتون ثبات کاری و ثبات ازدواج افتاده، خبر افتاده، امضای سند افتاده، تولد یک نوزاد پرخیر و برکت و خوشقدم پسرم هستش براتون افتاده. اگه اختلافی بین خانواده همسرتون دارید به زودی حل میشه. یه چشم بزرگ بود تو فالتون که گفتم براتون اسم برای خودتون دود کنید و سفر براتون میبینم. 6 ماه اول سال بسیار بسیار روشن براتون افتاده. اسم الله رو زیاد میبینم توی فالتون. موفقیت، شانس بزرگ، فراوانی روزی، خرید یا فروش ماشین یا تعویض ماشین براتون خوب افتاده. آموزش دیدن براتون افتاده توی رشته هنری که براتون خوب افتاده. یه احتیاط کوچیک افتاده، صدقه باید حتما بدید. شروع یک کاری رو میخواین انجام بدید که براتون خوب افتاده. خب برنده شدن توی چیزی مثل لاتاری یا قرعه کشی که براتون خوب اومده. حاجت روایی براتون افتاده همونجوری که گفتم. و اگر نیتتون کاری بوده بسیار خوب اومده براتون و به خدا زیاد توکل کنید. ذکر الله و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم و زیاد استفاده کنید تو زندگیتون. امضای سند میبینم تو 6 ماه اول و دوم سال 2 تا امضای سند افتاده براتون. خیلی مهمه میخوام براتون بگم توی معامله دومتون احتیاط براتون افتاده که حواستون باشه کلاه سرتون نذارن. خیلی خیلی احتیاط شدیدی براتون اومده و یه چشم بزرگ که حتما باید اسفند دود کنید که غذا و لذتون دور بشه. مراقب اطرافتون باشید که شخصی قصد این زیراب زدنتون توی کارتون داره، احتیاط کنید. خب دوستای عزیزم امیدوارم که از فال قهوه و تاروت به مناسبت نوروز سال 1403 خوشتون اومده باشه. امیدوارم که بهترینا در انتظارتون باشه و اگر دوست داشتید کانال خودتون رو حمایت کنید، به ما انگیزه بدین، لایک کنید و کامنت بذارید و اگر دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از آپلود ویدیوهای بعدی به موقع مطلع بشید. از اینکه تا اینجا با من همراه بودین ازتون سپاسگزارم. روزگار بر شما خوش باد.